این گربه رو میبینی داره اشغال میکنه. فکر کن توی زمان قدیم توی مصر اینا حکم خدا رو داشتن و خیلی برای مستی ها مقدس بودن و ایرانی ها از همین استفاده میکنن. توی دوره هخامنشی وقتی ایرانی ها میخواستن مصر رو تصرف کنن، گفتن که ما چیکار کنیم بدون شمشیر بتونیم مصر رو بگیریم، یعنی بدون خونریزی. خلاصه میان و میفهمن که مصری‌ها گربه‌ها رو خیلی دوست دارن و حتی فکر میکنن گربه‌ها خداشونن. و چیکار میکنن ایرانی‌ها؟ میان گربه‌ها رو میگیرن، میان نزدیک چندین هزار گربه میگیرن و میبندن به سپر نظامیشون، سپر جنگیشون. خب و میبندن به اون و به مصر میرن. مصری‌ها که این حرکت ایرانی‌ها رو میبینن اصلا احترام هم میذارن به ایرانی‌ها و دیگه نمیتونن جنگ کنن. خلاصه که خیلی با احترام با ایرانی‌ها برخورد میکنن و ایرانی‌ها راحت مصر رو تصرف میکنن و دم ایرانی‌ها هم گرم، یعنی اونجا نه کاری به دین و فرهنگ و مذهبشون داشتن، فقط اونجا رو تصرف کردن. برخلاف عرب‌ها که به هر جایی حمله میکردن دین و مذهب و زبان رو تغییر میدادن، ایرانی‌ها اینجوری نبودن. خلاصه که خیلی حمله جالبی بود با گربه